مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیزی میگه منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز می‌خوایم موضوعی راجع به پشت پرده‌اش صحبت بکنیم که ترکشاش به خود منم خورده بوده و جزء محدود سوژه‌ای بوده که در طول این چند سال گذشته وقتی من می‌خوام راجبش صحبت بکنم و افشاگری بکنم راجع به خودم هم این سوژه خیلی سنخیت پیدا میکنه. ماجرای حکمای اینترپولی هستش که حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی برای افراد اصطلاحاً مبارز و برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارن چند وقتی هستش که باب شده با اتهامات واهی و دروغی صادر میکنه و میفرسته برای اینترپول که حالا مرکز اصلیش هم در کشور فرانسه هستش که ایرانی‌های خارج از کشور رو حالا هم به دردسر بندازه هم به هزینه بندازه و از اون طرف خود اون دولت رو هم به هزینه بندازه. یعنی هر حکم اینترپولی که اون آخوندا صادر میکنن تقریبا $70,000 براشون آب میخوره و حاضرن $70,000 هزینه بکنن با اتهامای واهی و دروغین و چرت و پرت و متوهمانه و پای منقل بلند شده، پای بساط بلند شده که بخوان برای یه سری افراد دردسر ایجاد بکنن که در طول این چند ماه گذشتم این اتفاق برای خود من افتاد که قطعا خبرش رو دیدید که اومدن گفتن که اعلان قرمز اینترپول برای بازداشت امین فردین توسط پلیس اینترپول در پی شکایت 43 تا سلبریتی. آقا بدو گرفتنش، برای بچه‌م میگفتن هفته دیگه کف تهرانه. من نمیدونم به کجا رسید این شکایتی که کردید، چی شد. البته ما که جوابیه اینترپول رو داریم و رفتیم توی دادگاه و اثبات کردیم که شما چرت و پرت میگید و جالبه که توی حالا افراد دیگه هم بودن، حالا مثل علی کریمی و حمید فراخ‌نژاد که در طول این ویدیو هم بهشون میپردازیم و میگیم بهتون. مثلا اون قاضی که حکم اینترپول رو اعلام کرده بوده خود اون قاضی اسمش تو اینترپوله. خود خامنه‌ای و رئیسی و محسن رضایی و ایکس و وای و زد هم همه کنترات کلا تو اینترپولن. یعنی کلا اون حکومت جمهوری اسلامی تو اینترپول، همون رئیسی هم اینترپوله. من نمیدونم اصلا چرا یه بام و دعوا میکنن. طرف اگر جنایتی مرتکب شده، اگر یک تخلفی کرده مثل ماجرای قتل‌های زنجیره و چیزهای دیگه که ابراهیم رئیسی اسمشون توی لیست هست، میگن نه چون رئیس جمهور شده میتونه بیاد امریکا و بره، بعد از اینکه رئیس جمهور نشد اگر اومد امریکا خفتش میکنیم. سیاست‌های مهد کودکانه. و از اون طرف حتی خبر رسید که این چهره علی کریمی هم براش اینترپول صادر کردن. البته علی کریمی بعد از اینکه از ایران خارج شد رفت دبی، از اونجا به کمک یکی از دوستانش، حالا شاید خودش دلش نخواد، اومد و توی ویزای سیاسی گرفت، اومد آلمان. یه شهری هم بود نزدیک، شهرش هم نمیگم ول کن، حالا فردا دردسر میشه میگم لوکیشن طرف لو دادی و اینا. اومد چند وقت توی آلمان بود و ویزای سیاسی امریکا رو گرفت و رفت امریکا. و میدونید که امریکا اگر بخواد ویزا بده خصوصا به ایرانی‌ها و خصوصا ایرانیایی که در یک سال گذشته ایران بودن خیلی سخت میگیره. بحث ماجرای چک اف بی یا چیزای مختلف هم وجود داره و حتی اون مصاحبهش با مکس امینی هم توی آلمان گرفته شده بود که یه عده میگفتن که آره علی کریمی رو مهران مدیری رو تومه کردن، علی کریمی رو از دبی برگردوندن. علی کریمی کف آلمان بود، میگفتن مهران مدیری رو تومه کردن از دبی برش گردوندن. خود مهران مدیری سوئد بود. دروغای چرت و پرتی که سری از این سایبریا مطرح میکنن. اما خبری که خبرگزاری مهرم بهش اشاره کرده بود ماجرای صدور اعلان قرمز اینترپول برای علی کریمی بوده که گفتن که علی کریمی آره نمیدونم تو فضای مجازی شده لیدر و از این صحبت‌ها و یه دونه تصویر هم منتشر کردن که گفتن که تاریخ 23 سپتامبر تقریبا فکر میکنم میشه 22 یا 3 شهریور ماه این اینترپول براش صادر کردن برای
علی کریمی که برای کشورهای ترکیه و امارات و ارمنستان و یونایتد امریکا و اینم در نوع خودش جالبه. البته من فکر میکنم که این سند فتوشاپ یا جعلی باشه، خیلی به نظر من جعلیه. به حال ما یه نونو اینترپولیه که خوردیم دیگه، یعنی من انقدر رفتم اینترپول اومدم کارت کشیدم با یه نگاه ببینم میگم که این باید جعلی باشه، چون عکس‌ها باید از زاویه مختلف هم تو پرونده اینترپولش باشه. ولی خب به حال این اینترپولی بوده که برای علی کریمی صادر کردن و اینم عکسش هست. اما نفر بعدی هم که حالا چند وقتی هستش که خیلی خبرش در رسانه ها وایرال شده، خبر ماجرای اینترپولی هستش که برای حمید فرخ نژاد زدن. یعنی ببینید یه نفر رو گذاشتن اونجا میگن داداش همین فردین رو بذار تو اینترپول داره دردسر میشه. حمید فرخ نژاد، علی کریمی، معناز افشار، نمیدونم اون رو تو اینترپول دارن مثال دارم میذارم، نمیدونم ایکس وای زد، هر کیو که میتونی بنداز تو اینترپول. هر کدوم از اینا هم $70,000 براشون آب میخوره، واسه ما هم آب میخوره بریم دادگاه. یعنی من خودم کلی هزینه کردم رفتم تو دادگاه تا جواب گرفتم. ولی میخوام به شما بگم که سیستم اینا اینطوریه دیگه و گفته شده که شکایت رسمی از بازگردانان اون طبق مراجع بین‌المللیش اتفاق افتاده و برزو ارجمند اومده مثال زده، احسان کرمی رو که گفتن که اینا کسایی بودن که توی تلویزیون‌های ایران بودن مثل تو برنامه خندوانه و اینها و توی سریال‌های مختلف مثل سقوط و این چیزا هم بازی کردن و حمید فرخ نژاد در آشوب‌های اخیر نقش داشته. این هشتگ پشمام لامصب، شما اون گرونی ها و افزایش قیمت یورو و دلار و مسکن و بیکاری و فقر و بدبختی و اینا تأثیر نداشته. اونا اصلا واسه اعتراضات مردم تأثیر نداشته. شیشه میزنید شما، این خبرها رو میزنید شما، اسم خودتون خبرنگار چی میزنید شما؟ یعنی اونا تاثیرگذار نبوده. حمید فرخ نژاد رفته یه مصاحبه کرده تاثیرگذار شده، اومده تو فضای مجازی 4 تا صحبت کرده نمیدونم تاثیرگذار شده. علی کریمی 4 تا استوری گذاشته ماهیتتون رو نشون داده شده تاثیرگذار. و در آشوب ها خلاصه راجع به ایشون نوشتن که ایشون باید بره توی لیست اینترپول، هم شکایت هم ازش صورت گرفت و از این صحبت. حمید فرخ نژاد هم یه بیلاخ دسته نشون داد و اومد تیتر خبرگزاری فکر کنم ایسنا رو گذاشت و گفته بود که شکایت اعلان اینترپول برای استرداد حمید فرخ نژاد به نقل از جامعه جمع که گفته که آقا الان حمید فرخ نژاد هم به تیکه گفته که آقا الان اینترپول زنگ زد و گفت خامنه‌ای، فلاییان، ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی و رئیسی هم البته باید دوش باشه در حادثه بمبگذاری مرکز یادگان آرژانتین تحت تعقیب رو بدین تا فرخ نژاد رو براتون بیاریم. خیلی هم سلام رسوند. راست میگه. قاضی صلواتی خودش حکم صادر میکرد برای بازگشت بقیه به کشور و این صحبت ها. خودش هم تحت تحریم اتحادیه اروپا هم امریکا، خودش اصلا تا دسته تحریمه. بعد حکم صادر میکرد که برای بقیه اعلان قرمز رو اینترپول صادر بکنن. این هم از عجایب سیستم مملکت داری آخوندیه. یعنی میخوام به شما بگم که در همه جای دنیا قفله، در ایران قفلش بازه با این رفتارهایی که این افراد میکنن و این اخبارهایی که میزنن در رسانه‌های مختلف و راجبش صحبت میکنن. افراد دیگه هم البته گفتن که میخوام بزنیم تو اینترپول مد شده، آقا خواهشاً این کار نکنید، آبروی ما رو حداقل پیش این اینترپولیا نبرید دیگه، واسهتون ترم خورد نمیکنن. حالا گفتم در جریان باشید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی از شما.